کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان جزئیات عملیات ضد تروریستی خود را در ولایت چو این کشور شرح داد. با آگاهی کمیته در نتیجه عملیات مذکور دو عضو احتمالی گروه بین المللی تروریستی نابود و یک تن دیگر زخمی کرده شد. از نظامیان کسی آسیب ندیده است. این نهاد میگوید شب 24 آگوست کارمندان پلیس در شهر بیشکک قرقیزستان ماشین نیسان پریساژ را بازداشت کردند. هنگام بازجویی مسافران اعضای گروه تروریستی با تفنگچه مکرف و نارنجک کارمندان پلیس را تهدید کرده به جای نامعلوم پناه بردند. 28 آگوست در نتیجه عملیات مشترک کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی قرقیزستان یک عضو سازمان مذکور در بیشکک بازداشت شده است که از داخل ماشین و منزل زیستش سلاح، تیردان تفنگچه مکرف، تیرهای جنگی و دستگاه‌های الکترونی پیدا کردند. ماموران امنیتی قرقیزستان 29 آگوست محلی بود و باشی اعضای دیگری گروه را معاین کرده آنها را در ناحیه ژیل به محاصره گرفتند و خواستند که تسلیم شوند، ولی گمانبران طلب امنیتی ها را رد کرده ضدیت مسلحانه نشان دادند. در نتیجه آتش‌کشایی جوابی دو عضو گروه безарар و یک تن دیگر زخمی شده است.